از خانواده ها میپرسن ما توی خونه روی زبان مادری بچه‌مون کار میکنیم، مثلا فارسی، اما چون زبان جامعه یه زبان دیگه است، مثلا آلمانی یا سوئدی، و ما روی اون زیاد مسلط نیستیم، نمیتونیم کمک بچه‌مون بکنیم و نگران این هستیم که بچه ما عقب بیفته، به خاطر اینکه تو قسمت زبان فارسی جوری که باهاش کار میکنیم توصیفی حرف میزنیم، فعالیت‌های زیاد میکنیم، سعی میکنیم کیفیت کلامی و گفتاری تعاملی بالا باشه در زبان فارسی، ولی میخوام ببینم که آیا این مهارت‌ها رو که در زبان فارسی یاد میگیره کمکش میکنه به زبان آلمانی، چون واقعا ما نمیتونیم در زبان آلمانی یا سوئدی یا هر زبان دیگه که در جامعه هست کمکش کنیم. من لاله نایب هستم، آسیب شناس گفتار و زبان با دکترای تخصصی در رشد کودکان و دو زبانگی. اینجا توی این کانال درباره زبان و پرورش کودک صحبت میکنیم. اگر که تازه اینجا اومدین و هنوز کانال رو سابسکرایب نکردین، همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله هم فعال بکنین تا هیچ کدوم از ویدیوها رو از دست ندید. برگردیم به جواب سوالمون. طبق یک نظریه از جیم کومینز به اسم Common Underlying Proficiency، زبان‌ها مثل یک کوه یخ هستن. یعنی اینکه بالای این کوه یخ متفاوت هستن، به نظر متفاوت، دو تا زبان جداگانه میاد، ولی در زیر یک سری چیزهای مشترک دارن. پایه‌های مشترکی که زیر این کوه یخ‌ها هست مهارت‌های شناختی، استدلال، حافظه و روایتگری هستش که این در همه زبان‌ها یکسان هست. وقتی این پایه رو در زبان مادری قوی میکنیم، زبان دوم و سوم هم از همون پایه تغذیه میکنن. مثلا اگر کودک در فارسی یاد بگیره حیوانات رو دسته‌بندی بکنه یا داستان چجوری تعریف میکنه، باید قبل از اینکه یه چیزی رو که اون شخص متقابل و مخاطب در جریان نیست باید این مقدار آمادش کنم، سوال جوابهایی رو که میده باید ادکوات و مناسب با اون سوال جواب بدم. اینها در همه زبان‌ها یکسان هست. در همه زبان‌ها یکسان هست و از یک زبان به یک زبان دیگه منتقل میشه. پس برای همینه که میگن یک زبان کمک یک زبان دیگه میکنه تا رشد بکنه و تاکید ما اینه که بر زبان مادری که خودتونم مسلط هستین بیشتر تکیه بکنین و محیط رو غنی بکنین، چون حرف ما فقط از کمیت نمیزنیم بلکه کیفیت ورودی هر دو یا هر سه زبان‌ها. حالا باور غلط چی هستش؟ خیلی‌ها فکر میکنن که حذف زبان مادری کمک میکنه زبان دوم سریعتر رشد بکنه، اما واقعا تحقیقات چی نشون میده؟ تحقیقات میگن که حذف زبان مادری بلکه باعث آسیب میشه. چطوری؟ مثلا محروم کردن کودک از ارتباط عاطفی با خانواده و با نسل‌های دیگر مثل مامان بزرگ، بابا بزرگ. محروم شدن از پایه شناختی مشترک، همون زیر اون کوههای یخی رو که گفتیم. خطر از بحران هویت، یعنی کودک حس میکنه به خانواده تعلق نداره. پس پیام اصلی ما اینجا چیه؟ پس پیام اصلی من در این ویدیو اینه که زبان مادری فقط یک زبان نیست بلکه یک گنجینه است. حفظش یه پایه قوی برای زبان دوم و سوم و یه هویت سالم و یه ارتباط خوب با خانواده و نسل‌های دیگر بچه میتونه برقرار بکنه. حالا شما اگر این موضوع براتون جالبه و موضوعای این چنین و کلاً رشد زبان بچه‌ها و رشد کودکان و روتین در خانه برای یک تربیت سالم، اگر تا حالا سابسکرایب نکردین حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله هم بزنید، به خاطر اینکه بهتون خبر میده وقتی پست جدیدی میگذاریم. ممنون از حمایت‌های شما. اگر سوالی دارین یا تجربه‌ای دارین زیر همین پست برای من بنویسید، من سعی میکنم به همه سوال‌های شما جواب بدم. راستی اینستاگرام هم دارم، اگر دوست دارین اینستاگرام هم فالو بکنین به اسم دکتر لاله اکادمی. میبینمتون در ویدیوهای بعدی.